وزارت تندرستی تاجیکستان شام 28 ایول خبر داد که در یک شبانه روز آخر در جمهوری 84 حالت نو گرفتاری شهروندان به کرونا ویروس ثبت شده است. این همگی 4 مورد کمتر از 88 حالت رکوردی است که در تاجیکستان یک روز قبل 27 ایول ثبت شده بلندترین نشان دهنده در سال 2021 به شمار می رود. وزارت تندرستی همچنین خبر داد که در شبانه روز گذشته 68 گرفتار کرونا ویروس پس از معالجه شفا یافته، باز یک نفر متاسفانه وفات کرده است. این شماره فوتیدگان تنها در ماه ایول را به 30 نفر میرساند. ایول از نگاه مرگ و میر از کرونا ویروس پرقربانی ترین ماه برای تاجیکستان از زمان شروع پاندمی شده است. در عموم بر اساس آمار رسمی وزارت تا شام 28 ایول در تاجیکستان 14845 مورد گرفتاری به کرونا ویروس نو کووید 19 به قید گرفته شده. از این شمار تا شام 28 ایول 14313 نفر یا 96.4% از شماره عمومی سیرات شدگان شفا یافته، ولی 120 نفر فوتیدند. طبق این آمار رسمی حالا در تاجیکستان چه در شرایط خانه و چه در بیمارستان ها در عموم 413 نفر به کرونا ویروس سیرایت شده تحت طبابت قرار دارند. وزارت قبلا گفته بود که به حساب آنها هر نفر پنجم در تاجیکستان این بیماری را در شکل وزنین میگذراند.